مردم افغانستان یک خاصیت داره، فکر خودت از تشناب میکنه گوی خودت از زندگی. در کنار خود یکی از علمای دین را داریم که به اسم سیدی قوان نامیده میشه. قاری صاحب سلام وقتتون بخیر. سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوبه؟ سلامت باشین. بخیر باشین. قاری صاحب در اول اگر خود را معرفی کنی. نام شما چرا مصاحبه داری دیگه؟ والا نه بیادر اگه وقت شب بگویم ما کمرم مایده است هیچ کدامش آه. چرا جوانی؟ اگر راست ببین در جای خواه مایده شکست دیگه نشنه بد است. اگه بخوای عمیق فکر کنی درباره یک موضوع چی میکنی که عمیق بتونی فکر کنی؟ زیادترین جای آرام تشناب می باشه. نه ندادن در خانه. نه والا ما رو ندادن. جای اگه ختم است کردیم کجا ختم هستیم؟ طرفمون پشت ختم گشتیم. دختر یافت شو بسیار مقبول، مثلا فکر کاریان سعید بخوای که خود ترسی کنه قبول داری؟ بله مرچی که بخنده داریم.